قضیه از اونجایی شروع شد که من داشتم توی انشن سیتی برای خودم میگشتم و لوت میکردم که به یه نکته عجیبی برخورد کردم. من این سنگ رو دوست ندارم. منظورت چیه؟ اون که فقط یه سنگ معمولیه. رابرت شبیه دار. درود خدمت دوستان عزیز، هاردبول هستم و امروز اومدیم با پارت 6 هاردکور و پارت اول انشن سیتی. بعد از 2 ماه انتظار بالاخره ویدیو به دستمون رسید. برای اینکه خستگی منم در بره حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو ساب کن و نظرتو واسه من کامنت بذار. خب بچه ها، اینجا ما یه خورده لوت بوت و این چیزا داریم، میخوام نشونتون بدم و قراره یکم به اینجا سر و سامون بدیم و اینا رو بریم پایین. میبینید که یه خورده خرطوبه توی را کردیم، بیشترشون گلدن و خدایی خیلی نسبت به اون مقداری که من کنده‌کاری کردم خیلی خیلی بهمون کم ارداد. من الان نزدیک 400,000 تا الی 500,000 تا بلاک کندم و خیلی به اون اور کم داد. خیلی بدشانسی خیلی زیادیه. من دیدم از استراکچرهای 50x50 که خیلی کمتر از 100,000 تا 100,000 تا بلاکن، طرف از همینی چند استک در میاره بلاک. ولی خب اشکال نداره، همین هم خوبه و اصلا هدف من و شما اینجا این نبود که ارد به دست بیاریم، ولی خب مفت باشه کوف باشه. از قدیم گفتن هرچی مفته، حالا حتی کوفت هم باشه باید نگه داری. اینجا هم خب یه خورده خرت و پرت از قبل داشتیم و این توتم و این چیزایی هم که مال فارم ریده. اگه کسی دوست داره فارم رید رو ببینه و این همه توتم داشته باشه، 1000 تا چست میتونه توتم داشته باشه بدونه چیت و گلیچ و این چیزا، میتونه فارم رید منو نگاه کنه. و اینکه اگه یوتیوب تا حالا قفلشو باز کرده باشه بکنم بتونم ویدیوی فارم رید رو تگ کنم اون بالا که وقتی که میگم ویدیوی فارم رید اون بالا بیاد. یکم فرنیس نیاز داریم ما تا یکم کارمون راحت‌تر یعنی سریع‌تر را بیفته. یکم از این سنگا رو ول بدیم اینجا، فرنیس استفاده کنیم. شاید مثلا تعجب کنید بگید انتراد ببخشید چرا از این چوب بلیز حالا هرچی که از اون داری استفاده میکنی، واسه اینه که اونجا خیلی خیلی مفت زیاده، به خاطر فارمش زیاد دارم و تا آخر ویدیو اگه همراه باشید میبینید که چه تعداد زیادی داخل فارم هنوز دارم. خب حالا مقدار به درد بخوردن این بلیزراتو زیاد بد نیست، زیاد خوبم نیست، متوسطه، در حد متوسط. از زغال میتونی بگی بهتره، کم سریعتر میسوزه، کم هم کنتر مثلا خراب میشه یا مثلا خودش از بین میره. حالا اینا هم دیگه نمیخواستم آهنمو هدر بدم، میخواستم اول با آهنا بیکن آهنی بسازم بعد بریم سراغ مثلا از اون فرنش چیزا درست کنیم که سریعتر اورا رو بسوزونه. هرچند که به همین هم نیاز داریم چون فقط اینا اورا رو میسوزونن و شاید غذای چیزی بخوایم مجبوریم دوباره از اینا بسازیم. حالا من نمیخوام دوباره کاری باشه ولی خب سختی آنچنانی نداره. خلاصه که اینا رو یکم مرتب کنیم تا دست و بالمون باز بشه
و یکم سریعتر کار را بیفته، چون قراره کلی کار کنیم و کلی قراره تو این پارت سورپرایز بشید. من برم بخوابم و بعد از اینکه یک کات ریزی رفتیم برگردم. خب بچه ها، ما یک کات ریزی رفتیم و اومدیم اینجا و اینا رو انداختم این داخل و دیگه همین دیگه. یک کمی هم XP هم داد بهمون، عدد لولمون هم شد 66. البته نمیدونم 65 بود، شد 66 بود، یه ذره. اینجا هم دچار گرفتاری آقای تیمسور شدیم که هرچی از پورتالش استفاده میکرد داخل این گوی کریستالی میافتاد. منم افتادم داخل اینجا، یعنی داخل انشن سیتیمون یه پورتال داریم و هر موقع ازش میخوام از ندر برگردم اینجا ظاهر میشم به جای اینکه داخل انشن سیتی ظاهر بشم. حالا بعد اونم درستش میکنیم. و خلاصه که این پارت فقط بازسازی، تزیین و مبلمان سازی و این خوشگل پشگل و جیگولی بگولی هاشون با شماست، یعنی نظرات شما میپرسم. و بریم واسه آنباکس اینجا. البته قبلش یه خورده ریزه یه جا بازسازی داریم، گذاشتم یه تیکه آخرش رو شما هم ببینید چجوری بازسازی میکنم. هم در اتوماتیکمون که با سنسور کار میکنه. خلاصه بریم پایین تا یکی از بخشایی که نیازه رو بازسازی کنیم و آره دیگه. خب ما اومدیم این پایین و میخواییم این بخش رو بازسازی کنیم و اینجا یه بلاک ها و اسکالک های زیادی هستن. شما باید خراب کنید، کفش رو از اینا بذارید. خیلی اصلا نمیذارن، همون پشم رو میذارن بمونه، بعد میگن بازسازی کردن. حالا سلیقه‌ایه ولی خب اصل بازسازی تقریبا همین چیزیه. حالا یه تنوعی هم داریم ولی از اصلش دیگه نباید خارج بشی. یه اصلش رو باید نگه داری که بازسازی بشه، نه چیز دیگه. واسه این وسط ها همیشه 3 تا از این بلاک رو میذاری، بعد وسطش از اینا، بازم از اینا، بعد از اینا که چشمک دارن هم این طرف و این طرف، و دوباره از اونا از اینا، بعد وسطش هم یکی از اینا که ناقص نیست. خب بچه تا اینجا پیش رفتیم و این هم آخرین قسمتشه که حالا یه جوری ما درش بیاریم، یه چی خوب در بیاریم، یکی هم اینجا. و این چقدر نازه حاجی، خیلی خب
بچه ویدیو داشت سمت چیزای نازی میرفت، ولی خب من چیزای نازی دوست ندارم. خب اومدیم اینجا دیگه از این قسمت به بعد رونماییه و آره اینجا بخشی که ورودی ماست. حالا این همون پورتالیه که میگم باگی داره، توی ویلیج دوباره اسپان میشم و حالا دقیقا نمیدونم از کدوم سمت شروع کنم برای دیدن. از همینجا کافیه. اینجا یه دونه از این مینی ستوناست، دو ستون داریم، یکی ستون بزرگ یکی هم مینی. این هم پل کلا نزدیک 10 تا پل هست، بخشی 12 تا پل هست که 10 تاش پل همینجوری کوچیکه و 2 تاش پل اصلیه و یکی هم دور قلعه‌ای نمیدونم دقیقا چی بهش بگم، ولی خب بعد یه بخشی از ویدیو میبینید منظورم از دور قلعه‌ای چیه. اینکه بچه‌ها میبینید که سقف و دیوارمون هیچ نوع چیز خاصی نداره، اینو میذارم به عهده شماها و اون بخش پارت دوم قرار حرفای شما رو گوش بدم. اینم کل اسکلتون و خلاصه که آره میبینید که چقدر فاصله داریم با سقف و دقیقا ما 10 ارتفاع کل اینجا رو بردیم بالا. اینجا یه بخشی از 4 تا بخشی 3 تا پله که به همدیگه راه دارن و اینجا هم یه دونه برجکه، اگه اشتباه نکنم 4 تا 5 تا برجک هست. اینجا هم چی بهش میگن، سنگ قبره، نمیدونم حالا هرچی هست. اونم نه تاثیر بچه، اون از اون بلاک اسکالکایی که اسپان نمی کنن. خودم چند بار تا حالا گول خوردم، مثل اینایی هستن که تازه مترسک گذاشتن داخل باغچه‌شونو، مثل اونو گول خوردم، مثلا ترسیدم گفتم پایین اینجا چیکار کنه. این هم یه دونه از این بزرگاش برجای بزرگ که یکم با مینی و متفاوته و خلاصه که بیس اون اینقدر بزرگ هست که توش میتونیم بیس بسازیم تو بیس اون. اینجا هم یه چیز نمیدونم حالا گنبد چی، حالا هرچی من از رو خودش ساختم، یه اطلاعی خاصی ندارم. این دور برجایی که میگفتم، بخشید دور قلعه‌ای که میگفتم ایناست که دور دروازه اینشنت سیتی شبیه دیوارای کلشه بیشتر تا دور قلعه‌ای، من نمیدونم چرا اینجوری بگم، شبیه دیوارای کلشه. این قسمت که بهتون گفتم پلای اصلی همینه، میبینید یه پل یه چیز داره بالاش شبیه تاج نمیدونم چی حالا هرچی، و دومی همونجا بود که ما ورودی اصلیمون به انشنت سیتی بود که وسطش هم پورتال گذاشته بودیم، ببخشید اولش پورتال. اینم از این قبرست، حالا نمیدونم قبر بگم چی بگم بهش. اینجا یه چیز میذاری داره خرت و پرتا که نمیدونم چیه و اینجا هم شم گذاشتن. بچه‌ها شبیه اینا هستن که چینی‌ها میذارن میرن وقتی چینی کره ژاپنی میذارن وقتی مثلا یکیشون میمیره میرن شم میذارن جلو شمه، حالا فاتحه میخونن. اینجا هم یه دوتا چسته چرت و پرت که حالا یه دونه شمشیرمون داشت، این شمشیره انچنتش رو از تو فارم رید گرفتم، مال عنکبوت کشی، زیاد به درد نمیخوره ولی خب واسه چوسی نیازه. این هم یه دونه دیگه برجک و خلاصه که کل کف اینجا رو من با اسلب این رنگی گذاشتم، برخلاف خیلی هایی که همون برداشتن یه کار کردن، این اسلبا رو گذاشتم و یکی از حسنای کنده کاریمون همین بود که به اون خیلی آیتم میداد. اینجا هم یه دونه انویل جا مونده وقتی استفاده میکردم. اینجا هم که یه چند تا برجک و اینم اینی که وصل میشه به این برجک ها اینجا و فقط اینجا یه دونه از اینا اینجا بود، نه ببخشید دو تاست. این یکی هم اگه میبینید اونجاش خرابه، بلاک میشکنه. من نمیدونستم بلاک هایی که ترک خوردن میشکنن، نمیدونستم اصلا چون زیاد دقت نمیکردم. اینجا هم دو بلاک ها شکستن، بعضی وقتا از بلاک شکسته استفاده میکردم کار سریعتر را بیفته. اینجا هم حالا نمیدونم این قبر اون بزرگی قبره. خلاصه این هم برای این بیایم حالا دیگه از ورودیش وارد بشیم. همچین ورودی خوشگلی داره خودش، این شمع هم خودش چیده. فقط من تنها چیزی که اضافه کردم این چراغاست، اگه اشتباه نکنم جای چراغه یه چیز بود و خب فرقی نمیکنه.
اینم از نمای این طرفیش. حالا من خواستم از اینجا برم بالا که خیلی به صورت خیلی خیلی حرفه‌ای رفتم. ای خدا، همیشه باید یه دوربین این وسط باشه، من برینم بقیه بخندن. البته از طنز ماجرا چیزی کم نمیکنه، طنز همیشه خوبه. اینجا هم حوزمونه خیلی عجیبه که توشون گلو اسکوید اسپان میشه. با حالی که گلو اسکوید اسپان میشه، اینجا هم این زیر پولی عجب اصطلاحاتی استفاده میکنم. زیر پولی دیگه چیه؟ خب بریم سراغ پورتالمون که این دوتا گوشای شبیه جای بیکن در اومده. اینا هم که چراغ خودکار سنسوری هن و هیچ صدایی تولید نمیکنن. اگه بخواید آموزش این هم میذارم چطوری بدون صدا بیاد، نگاه کنید ناموسن شبیه جای بیکنه واقعا. این هم یه نمایی بالاتر از بقیه جاها واسه اینکه سلام ببینید بقیه جاها دسترسیمون چطوره. خلاصه بعضی جاش اینقدر دوره که اصلا برام چیز نمیشه، لود چیه، حالا هرچی، چونکش لود نمیشه. آره چونکش لود نمیشه. خب بریم این پایین. نوبت این پایین شد. این پایین کامل من خالی کردم، یه فضای خیلی بزرگی درست کردم. اینجا قراره چسروم متروم درست کنیم. البته نظر شما مهمه، چون میخوام بپرسم اینجا رو چسروم و این چیزا کنیم یا مثلا ویلیج هم بهش اضاف کنیم، یا اگه قرار ویلیج اضاف کنیم چطوری اضاف کنیم؟ 2 طبقه کنیم، یه طبقهش ما یه طبقه ویلیج، یا همینو قسمت کنیم؟ حتما کامنت بذارید که اینجا رو چیکار کنیم، چون من ایده زیاد دارم ولی خب اون ایده هایی که مثلا بیشتر توجه میشن رو استفاده کنم. خب اینجا اومدم یه کمی چیز میز بردارم، اسمش چیه، بلاک بردارم، بریم اون پایین رو اوکی کنیم. و اینکه حالا قراره اون پایین رو حالا روش جادویی، حالا نمیدونم میشه روش جادویی چی بگم، یه عجیب ترجیب بزنم، یه حرکت بزنم که به قولی حالا منظورم کاته از یه شاید ندونم، ولی خب چون تیم سارفن آره درست گفتم، از این حرفا دارم میزنم. بله بکنم زیاد دارم سرتون میخونم، ولی خب خیلی گفتن ویدیو طولانی بشه. اگه بخوام کات کنم و حرف نزنم ویدیو خام، ببخشید بخش ویدیو خام میمونه. اینم از این گلو اسکویدایی که گفتم بهتون. اینجا رو ببینید، شاید باورت نشه اگه 2 دقیقه AFK کنم اینقدر بهم از این کیسه جوهر رنگین روشن میده. اینو هی میمیرن هی دوباره سونشن. خب ما بریم اون بالا یه کمی بلاک برداریم و برگردیم. اینجا یک نکته عجیب برخورد کردم. من یکی از شالکر باکسر بازی نکردم، از اینا توش بود، اینو توش جا موند. حالا مثلا انگار چیز زیادی هم نیستن، حالا برای بعضی شاید بگن وای چقدر اور، ولی خب شما فارم اینا رو بخواید بزنید متوجه میشید خیلی کمه. مخصوصا امرالد 10 استک بلاکش هم داشته باشی یعنی کم داری. مثلا ممکنه یه نفر 20 تا داشته باشه، تعجب نکنید ازش. اگه فارم داره تعجب نکنید. نه نمیشه. مثلا قدرت زبانی رو نگاه کن، قدرت زبانی عشق. اینکه آره خلاصه اینا هم بندازیم داخل کوره و برگردیم. خب این عقب مونده هم داخل کوره انداختیم. ما دیگه بریم پایین سراغ اون یاروه. آره دیگه بریم. خب بچه ها این پایین اومدیم و حالا من نمیدونم بشکن جادویی بزنم چی بزنم اینجا تا یک کاتریز داشته باشیم.
ناموسم این چه حرکتی بود من زدم مثلا که چی. خب به نظرم یه دونه بلاک بزنیم یهویی تبدیل به یه جای تمیز بشه عالیه. 3 2 1. خب بچه ها اینجا رو اوکی کردیم و یه بلاک گذاشتم یهویی تبدیل به یه چیزی شد. یه لحظه من برم یه چیزی آره من رفتم یه چیزی برداشتم اومدم بچه ها و خب اینجا رو من پر چیز کردم، شالکر باکس کردم، هر چیزی اون بالا بود و رفتم برداشتم اومدم برای همین کار زدم و یه کمی هم چست نیاز داشتم چست رو بچینیم چون قراره چست رو پر بشن حسابی. و حالا ما اینا رو میذاریم فقط در جهت اینکه آیتمامون تو این شالکرها نمونه و اینا رو پر کنیم باش دیگه. و آره دیگه چیز مهمی اینجا نیست که من نکتهشو بگم. من فقط خواستم دیگه از دست اون خراب شده بلک اسمیت مخروب خراب شده رها بشم. و اینکه اینجا بچه ها ما یه دونه اسمش چی بود یادم رفت، شالکر باکس، یه دونه از این شالکر باکس همون اضافی هن. من اینجا داشتم چک میکردم داخل اینا هیچی نیست و وقتی اضافی هن باید حتما دراپ کنید بره. نگید وای پشمام آیتمام دوپلیکیت شد، اصلا این کار نکنید. ممکنه کل آیتمایی که به دست آوردینم بپره با همون دوپلیکیت و خب فشار زیادی داره. چه کاری آخه. خب که اینجا هم تنها که من باید بکنم مرتب سازیه، ولی خب قبلش تا بیام من اینا رو مرتب کنم شما رو همراهی میکنم با پیام بازرگانی. البته پیام بازرگانی نه، یه سکانس هایی هست پشت صحنه بازسازی ما بین اون ویدیویی که براتون گرفتم شما رو مهمون میکنم تا اینجا رو من مرتب میکنم، شما از اونو لذت ببرید. فعلا بای. Jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. Mam kiedyś znowu się ten stan sam.
خب دوستان عزیز، همونطور که مشاهده میکردین این تغییراتی بود که ما تو این یک ماه داشتیم و از اون چیزای چرت و پرتی که دیدید به اینجا رسید و البته آخر ویدیو هم دقیق تر میتونید کاوش کنید که چه تغییر اصلی بوده. اینجا نظرایت شالکه رمرالد هرچی بود و نبود من اینجا دسته بندی کردم گذاشتم اینجا. حالا اون یکی آیتم هم یه روز دیگه میذارم و کاملا مرتبش میکنم. فعلا خلاص شدن از دست اونو بلک کسمیت مهم بود و فقط یه چیز میمونه، یه دونه انویل و یه دونه نظرایت آپگرید و این شمشیری که چشم عنکبوت چشم عنکبوت شده داشت که باش عنکبوتش کشت. همینجوری رای چوسی ویدیو برش داشتم و یه دونه از این CD خانم میمونه و ما بریم دنبال CD. CD که مال دیپ دارکه برم پیدا کنم یا حالا هر CD دیگه بود. هنوز من بعضی از چستا رو خراب نکردم و آره خلاصه برم دنبال CD پیدا کردن و برگردیم. حاجی چرا اینقدر دیگه CD باید کمیاب باشه؟ حتما این CD دومی هم لوت میکنم یه بار. خب بچه‌ها از این دوتا گیر اومد و من متوجه شدم که این چند تا نیاز داره. خب بهتره که ما از یه CD دیگه استفاده کنیم و بقیه‌شون رو بندازیم دور و بیایم اینجا یه آهنگ مشتی گریه ها اشک‌ها رو امتحان کنیم. و خب من وسط این آهنگ سکوت میکنم که شما از آهنگ لذت ببرید. آجی اولش درک شد، بعدش دیگه بیت داشت، خیلی باحال شد. خلاصه که بس دیگه بهتره تو بریم به ادامه کارامون برسیم. و خب نیازه که اینجا ما یه سری به چیز بزنیم، اسمش چی بود یادم رفت، یه سر به ندر بزنیم و خلاصه که اونجا یه خورده کار داریم و خلاصه که بریم ندر. خب بچه اومدیم ندر، اینم از قیافه اینجا بیس ندرمون. هرچند که فعلا ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بخوایم تزیین کنیم کلن چیزیو، ولی خب خواستم از این که میام ندر برای XP یه دست باشه، از این یه دست بودن نجات پیدا کنم. یه چند تا بلاک داریم بریم بالا. اینجا یادم رفت اون نردبونه رو بردارم بیارم بالا، جاش گذاشتم. بیایید با یه دونه ترایدنت یه گوست بیشرف بکشیم ببینیم کجا هست اصلا. آها یکی اینجاست. چی شد مردی؟ چی شد دوست گل مردی؟ آجی پشمو باگ شد، نه یعنی لگ گرفت. با لگ یعنی لگ کمکمون کرد که یکم دورتر پرتاب بشه بهمون دیسک بده. البته چیز مهمی نیست بچه ها. و خب ما باید بریم اون بایوم قرمزه و اینکه قبل از این که بریم یه چند تا از این استخونا رو بزنیم و لامصب نگاه کن هم گیر کردن، نمیتونم موومنت بزنم، همین که اسکلتون ها بدروک خیلی یزیدن. چرا اینقدر دور میمیره؟ چه اتفاقی افتاده واسه شمشیرم؟ من نمیزنمش یا واقعا این داره دور میمیره؟
وایسا. ای بابا 2 تا 3 تا. چرا آخه؟ بذار همشونو بکشیم دوباره برگردم. دوست وقتی تموم داشتم با شمشیر عنکبوت کشی اینا رو میزدم، گفتم چرا نمیمیرم آجی، بزنم این کله رو تو این زمین مغز بپاچه بیرون. خب دیگه ما بریم سراغ بایوم قرمزمون. خب از اونجایی که اسمشو بلد نبودم گفتم بایوم قرمز اصلا قدرت زبانی بالا داداش، بالا. و خب بریم یه چند تا موب بکشیم و یه چند تا از این میوه ندرو نیاز دارم. اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. به غذای مجانی، غذای مجانی، غذای مجانی. بیا اینجا یه غذای مجانی پیدا کنم نه بخورم. دمت گرم که اینجا بودی، غذای مجانی نسوندی. نام 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 نام. حاجی یه غذای مجانی دیگه، یه غذای مجانی دیگه. حاجی بذار ببینم بالای صدا از اینا میاد. 2 تا هم بالان. اگه تو فکر کردی گرازی، من گرازترم. خب دوستان عزیز، شما شاید یک کشتی کج حرفه‌ای بودید. یه چند از این میوار نیاز دارم، البته بعدا شاید بیشترم برداریم، ولی خب فعلا همین چند تا کافیه. خب بعد من حوض کردم یکی دیگه با میس بزنم. البته اینو نگاه کن شکار منو بخوای شکار کنی؟ گم شما ور بابا زیقی. این چکشو بردارم. 3 2 1. آخه مردی. خب بچه ما یه کمی از این سول سندا بکنیم و بیاییم. سه استک از هر کدوم به نظرم کافیه. راستی بچه اومدم اینجا فرم بلیزمونم نشون بدم. اینجا هم یه کمی بهش تزیین دادم، نگاه کن. اینطوریش کردم که خیلی میکنن. حالا بعد خوشگل ترش هم گم شو بابا دیگه. اینو شن پیداش. خوشگل ترش هم بعدا انجام میدیم. اینجا هم هنوز کامل نکردم. فعلا دست و بالمون الان بازتر شد وقتی انشین سیتی باز کردیم. و خب اینجا هم لوت چیز همین فاروم ولیزه و خب چیز دیگه نداره ندر. برگردیم خونه. خب بچه ما اومدیم سمت بردول که برگردیم خونه و دیگه فکر نکنم این نیاز باشه این همه گزارش بدم. حالا هرچی. خب بچه یکی از نکته‌های مثبتی که اینجا داره اینه که ما اگه مثلا یه نفر یا مثلا خیلیاتون اتفاق نظر داشتید پورتال انشن سیتی پویشتش از این پورتال ندر بزنم و شیشه بزنم کاستومایزش کنم، با استفاده از این ابسیدین هایی که خودش داره میده با باگ ما میتونیم تامین کنیم. و بچه ها این از خونه قدیمی بون و اینجا طویله بوده، استبل بوده، سگدونی بوده، ویلیجر میذاشتن، خودم اینجا میخوابیدم. خلاصه که اینجا یه سیرکی واسه خودش بوده. ما هم که احساسات نداریم دیگه، آتیشش میزنیم میره. آره خلاصه داداشی من آتیشش میزنم و خب هیچ سود دیگه واسه من نداشت. و دیگه بریم پایین. خب بچه ها اینجا کنار یکی از این حوضا یه دونه از این اسمش چیه؟ شورم لایت چی بود اسمش هم یادم رفت با اینکه دیدم بخونم. بلش کن. یه دونه از اینو میذاریم اینجا و تموم.
حوضچه‌هامون دیگه کامل شد و فقط یه نکته میمونه، اونم نورپردازیه. حالا این نکته نورپردازی که میگم چیه؟ حالا هر کی یه نظری میده حتما نظراتتون بدید. بهترین نظرها رو استفاده میکنم، شاید ترکیبم بکنم. من که اول برم بالا تا خودتون نظر بدید ببین این شیوهی که من استفاده کردم به درد میخوره یا نه، و شیوه شما هم حتما استفاده میکنم. یکی این که اینطوری کنیم بچه‌ها، کفش‌ها اینجوری با این فاصله از اینا بذاریم، از این یارو بذاریم نارنجی‌ها، یا به جای این که از اینا استفاده کنیم همین سبکی باشه و به جاش گلوستون، از این گلوستون بذاریم که به نظرم خودم زیاد قیافه خوبی نداره. خلاصه این دوتا روش رو میتونی استفاده کنیم، میتونیم اصلا جور دیگه بچینیم، بستگی به کامنت های شما داره که از اونو استفاده میکنم، چون نظر چند نفر از یه نفر 100% بهتر در میاد، نظر اجماع کلا بهتر در میاد دیگه. نصیحتتونم میکنم، درس زندگی. خب ما برگردیم این داخل و دیگه آخرای ویدیویه که بعد از شما خدا نگهداری کنم، خدا حافظی کنم. و این میدونم این سیدی داخلشه، ولی خب میخوام این سیدیه که با ترایدنت چوسی با ترایدنت در آوردم بذارم داخل. و خب آره دیگه، امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت کافی برده باشید و اگه دوست داشتید لایک کنید، ساب و کامنت و نظراتتون حتما راجع به تزیین همه چی بگید. خلاصه که منتظر پارت دوم اینشن سیتی باشید. پارت های دیگه هاردکور هم هست ولی خب پارت دوم اینشن سیتی یکم جداست. و اینکه آخرای ویدیو هم حتما ببینید، چون فرق اصلی بین بازسازی شده و نشده رو توی 1 دقیقه و 30 ثانیه میتونید مشاهده کنید. خب اگه با بنده کار دیگه ای ندارید، من پیام بازرگانی این چیز نشم و دیگه همینجا استارت آهنگ بزنیم.